دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات تل کوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات دا احساس خریا بنسات دا غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات تل کوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، امروز 25 سور سال 1402 نهاد خیری احساس در شفاخانه صحت طفل برای 100 پایواز مریض غذای پخته توزیع کرده. از آن در برادرها و خواهرایی که ما را در این عرصه کمک کردند سپاسگزاری میکنیم و صدا میکنیم با آن در برادرها و خواهرایی که در بیرون از کشور و داخل کشور است که این کمک برای شفاخانه صحت طفل بسنده نیست و دیگر شفاخانه‌ای را که ما در سطح کابل داریم بسنده نیست. بنان از تمامی آن در برادرها و خواهرایی که استطاعت و توانایی دارند خواهش میکنیم که ما را در این عرصه همکاری بکنند. نهاد خیری احساس با تمام امانتداری کامل انشاءالله کمک‌های شما را به مستحق ترین افراد جامعه میرسانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غریب انسان مدد دا یتیمو کفالت تل کوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات تل کوي پمینا مینا دا احساس خریا بنسات.